سلام. امروز تو این ویدیو قراره راجع به 3 کلمه جالب، علاقمند و علاقه صحبت بکنیم تو زبان سوئدی و ببینیم که چطوری ازشون باید توی جملاتمون استفاده کنیم. با من همراه باشید. خب بچه ما وقتی این کلمات شبیه به هم رو باشون مواجه میشیم، همیشه یه بحث اینه که خب کدومش رو تو جمله باید بیاریم و یه بحث اینه که حالا اون کلمه مورد نظر چه گرامری در موردش باید یاد بگیریم، با چه فعلی میاد، حرف اضافه احتمالی چیه و الی آخر، که در مورد این سه تا خیلی مهمه که اینا رو بتونید درست رعایت بکنید. با جمله اول شروع میکنیم. فیلم جالب بود ولی فهمیدنش هم یکم سخت بود. خب کلمه جالب به سوئدی میشه اینترسانت. این کلمه صفت هست و عرضم به حضور شما که حرف اضافه خاصی تو حالت عادی نداره. خب تو حالت عادی کلمه اینترسانت یا با توجه به در واقع سوبستانتیو یا اسم بعدی صرف میشه یا با توجه به سوبیکتی صرف میشه که حالا بعدش یه فعل صفت ساز اومده، حالا میتونه فعل بودن شدن یا فعل مشابه باشه و اون در واقع کلمه اینترسانت با توجه به در واقع فاعل ما صرف شده. البته که با توجه به ضمیر قبلش هم صرف میشه که تو مبحث صرف صفت ها حتما یاد گرفتید. عرضم به حضور شما که اینجا فیلم جالب بود. طبیعتا کلمه فیلم تو جایگاه فاعل قرار میگیره، میشه فیلمن و اینترسانت men också svår att förstå. خب در واقع من دنوا بعد از من رو به قرینه لفظی حذف کردم. جمله کامل این بوده فیلم var intressant men den var också svår att förstå، که به جاش گفتیم فیلم var intressant men också svår att förstå. خب نکته که اینجا وجود داره اینه که ما اصولا کلمه interessant رو در واقع برای توصیف یک چیزی استفاده میکنیم که توجه در واقع آدم ها رو میتونه به خودش جلب بکنه. البته که بار مثبت داره، یعنی این توجه جلب کردن بار مثبت داره و حالا میتونه هر چیزی باشه، یه فیلم، برنامه، یه تابلو و هر چیزی میتونه اینترسانت و جالب باشه و توجه شما در واقع معطوف اون بشه. خب این پس در مورد کلمه اینترسانت. بریم سراغ جمله بعدی. شیوا به مد و لباسهای شیک علاقه داره. خب کلمه در واقع علاقه داشتن، ما در واقع این جمله 2 مدل میتونیم بگیم. من میخوام اول با صفت اینترسیرات استفاده کنم. خب اینترسیرات طبیعتا بعدش میتونه، یعنی در واقع شخص آ میتونه اینترسیرات باشه یا اینترسیرات بشه به چیزی و بعدش تو حالت عادی حرف اضافه آو قرار میگیره. پس شخص آ اینترسیرات هست یا میشه نسبت به چیزی. خیلی مهمه که شما حواستون باشه که اینترسیرات صفته و استثناء قسمت سومش اینترسیراده هست، اینترسیرادا نیست، که حالا تو مبحث پرفکت پارتیسیپ بچه‌ها رو یاد میگیرن و این رو در نظر داشته باشید. برخلاف اینترسانت که میگفتیم یه فیلمی، برنامه، چیزی اینترسانت هست، اینترسیرات به شخص برمیگرده، یعنی یک شخصی اینترسیراده. در واقع میتونیم بگیم که اگر یه تابلویی رو در نظر بگیرید، اون تابلو باید اینترسانت باشه تا مثلا ما بگیم که اون شخص اینترسیرات شده و حالا میخواد مثلا اون تابلو رو مثلا تهیه بکنه یا مثلا به تابلوهای مشابه نگاه بکنه. پس اینترسانت بودن چیزی باعث اینترسیرات شدن آدم ها میشه. پس شیوا از نظرش مد و لباسای شیک اینترسانت هستن و در نتیجه به اینا علاقه داره و اینترسیرات هست. پس ما میتونیم بگیم شیوا اینترسیرات av mode och snygga kläder. پس دوباره تکرار میکنم، اینترسانت معمولاً به چیزی برمیگرده، یه چیزی هست که اینترسانته، در حالی که اینترسیرات معمولاً به اشخاص برمیگردن، یعنی فردی یا افرادی اینترسیرات هستن به چیزی. و نکته خیلی خیلی مهم این که حرف اضافه اینترسیرات آوه، که این دیگه خوراک آزمون ها هست دیگه. حالا جمله بعدی، البته این جمله یه مدلی هم میشه نوشت که بیشتر میخوام حالا تو جمله بعدی اینو اعمال کنیم. من به زبان خیلی علاقه دارم. خب باز دوباره در واقع من میتونم اینطوری بگم که اینی که ما بالا نوشتیم علاقمند بودن هست
و این علاقه داشتنه. خب یعنی اینترسیراد صفت مثل علاقمند. اینترسه چیه؟ اسم که خب اتورده و با حرف اضافه فر میاد. پس ببینید چی شد. آدم وقتی اینترسه داره برای چیزی به این معنیه که علاقمنده. یعنی من میتونم بگم jag har stort intresse för språk. یعنی من مثلا جمله بالایی رو میتونستم به جایی که بگم شیوا intresserad بگم شیوا har stort intresse för mode och snygga kläder. همونطور که میبینید معنی یعنی ها اینترسه به معنی وارا اینترسیرات هست، معنیشون یکیه ولی حرف اضافهشون فرق میکنه. این چیزیه که باهاش معمولا تو امتحان بچه‌ها رو اذیت میکنن. یعنی تو امتحانات سطح بالا میان در واقع اینترسه رو استفاده میکنن، زبان آموز میاد میگه خب اینترسه، خب حرف اضافهش اینترسیرات یادش میاد، اینترسیرات آو، پس اینترسه هم آو. تو گزینه آو میذارن، زبان آموز انتخاب میکنه و اشتباهه. اینترسه حرف اضافهش فر هست، اینترسیرات آوه. و اینترسیرات صفت با فعل بودن میاد، در حالی که اینترسه اسم و با فعل داشتن تو حالت عادی میاد، مگه اینکه چیزی که میخوام بگی مثلا یه چیز متفاوت باشه نسبت به این بحث علاقه داشتن. خب پس من طبیعتا این جمله پایینی رو هم میتونستم با اینترسیرات بگم یا اینترسیرات آف språk یا mycket اینترسیرات آف språk. من خیلی به زبان علاقه دارم. پس علاقمند اینترسیرات بودن یا علاقه داشتن. شما چه علاقمند بودن چه علاقه داشتن رو بهتون گفتن، میتونید از هر دوی اینا استفاده کنید. یعنی اینا میتونید بگیم به جای همدیگه تو حالت عادی میتونن استفاده بشن. خب ولی عرضم به حضور شما که اینترسانت داستانش فرق میکنه، چون شخص بر نمیگرده و به این شکل ما داریمش. خب جمله بعدی رو بررسی کنیم. من امروز کلی چیز جالب و باحال دیدم. چون داریم میگیم چیز جالب شخص نیست، پس کلمه اینترسانت رو باید استفاده کنیم. در واقع اون حالتی که اینترسانت داره به اسم بعدش برمیگرده. یا såg en massa intressanta och roliga saker idag. Jag såg en massa intressanta och roliga saker idag. خب پس کلمه اینترسانت اینجا داره به چی برمیگرده؟ مثل کلمه رولی داره به اون اسم بعدش برمیگرده. یه چیزیه که باحاله. مثلا طرف مثلا رفته شهربازی، رفته موزه، رفته یه جایی، کلی چیز باحال دیده. جمله بعدی. من همیشه به حیوانات و طبیعت علاقه داشتم. طبیعتا من جمله دو مدل میتونم بگم. هم میتونم بگم که jag har alltid varit intresserad av djur och natur. یعنی اینجا اومدم از اینترسیراد استفاده کردم. چون از اینترسیراد استفاده کردم قسمت سوم فعل بودن رو آوردم، یعنی وارید، و از اونورم حرف اضافه چی استفاده کردم؟ آو. میتونستم همین جمله رو بیام بگم چی؟ Jag har alltid haft stort intresse för djur och natur. یعنی بیام قسمت سوم فعل داشتن رو استفاده کنم به همراه اینترسه که اسم هست که اتوردم هست. میبینید stort استفاده میکنم و برای اینترسه هم به جای میکه از stort استفاده میکنید تو حالت عادی و حرف اضافه فر. پس ببینید بچه چند تا نکته شد. اینترسه با حرف اضافه فر، اینترسیرات با حرف اضافه آف، اینترسیرات با فعل بودن، اینترسه با فعل داشتن تو حالت عادی. اینترسانت هم که حرف اضافه تو حالت عادی نداره، یا با توجه اسم بعدش یا با توجه فاعل صرف میشه. درست. خب عرضم به حضور شما که میخوایم بریم و اینکه چون اینترسه اتورده stort اینترسه به جای میکه استفاده کردیم. خب بریم سراغ جمله آخرمون. من علاقم رو به شوهرم اخیراً از دست دادم. خب طرف میاد میگه چی؟ jag har tappat intresset. چون اتورده اینجا به صورت معرفه استفاده میکنیم. یا tappat intresset för. خب اینجا طبیعتا ما چون بحث علاقه من بودن نیست، بحث از دست دادنش هست، به جای فعل در واقع داشتن از فعل tappa استفاده میکنیم. Jag har tappat intresset för min man.
حالا مثلا میتونیم بگیم اخیراً مثلا den sista tiden مثلا. Jag har tappat intresset för min man den sista tiden. پس اینجا ما حرف اضافه‌شو داشتیم ولی دیگه فعلمون فعل در واقع تاپا استفاده شد. حالا اینو طبیعتا شما میتونید توی کتاب خوندناتون، توی روزنامه خوندناتون توجه کنید بهش که اینترست فرش معمولا همیشه هست، ولی حالا مثلا معمولا با فعل داشتن یا تاپا کردن اینجور چیزا میاد. حالا اگه فعل دیگه بود بهش دقت بکنید و یاد بگیرید. خب به عنوان جمله‌ای که بخواید کامنت بکنید میتونید این جمله رو به این شکل بنویسید که من توی سالهای اخیر علاقم رو به آشپزی از دست دادم. امیدوارم ویدیو واسهتون مفید بوده باشه. موفق باشید.